یک نفر میدونه برای چی گفتم قومی بیسواد بود، قومی بسیار جاهل بود. میگه وقتی صحبت داره یک کس میدونه او در حدیث پیغمبر من آمده است، میگه بروکش پایان میکنه در هم در این مسجد مشتر میگیره، پیشو میکنه. خیلی به هر حال اکو باز برادرایی که در گرد پیغمبر بسیار شده بودن اونا میدونستن که در این مسجد جای پیشاکنی نیست. میگه وقتی دیدن ناراحت شدن، از جاشون خستن که برای مقصد بگیریم بیرونش گیریم که برای در بیرون پیشاب تکن. میگه پیغمبر همه را من کرد، شما بینید گو بشینین گو بابا پیشاب شکنه بود کنه، پیشاب کرد بود کرد برادری عزیز. بعد از اون فیراج کرد، گفت بیا اینجا بچه‌م اینجا بیا. گفت این مسجده، اینجا جایی هست که بنده های خدا الله را سجده میکنن، این را خانه خدا میگن، اینجا در پیشاب کردن ممکن نیست. گفت ما فهمیدی؟ گفت حضرت بخشش من نمیدانستم، من نمیدانستم که در درون مسجد پیشاب کردن ممکن نبوده. شما تعلیم بیننده چقدر ساده میکرد، چقدر ملایم میکرد، آزارش نمیداد. انا که گفتش او دیم بار نمیکنه. بعدا اون مردکایی که از جاشون بلند شدن گفت برین اگر شما گفت اگر کارتون به خاطر خدا باشه برین همون جایی که پیشاب کردی بگیرین، اگه خاک پاکه وقتا مسجد خاک بود بگیرین همون خاک پاکه برین در بیرون پرتوین. یعنی در نسبت هر کاری را که میبینین در حال غضبناک نشید. یک نفر دیگه آمد پیش پیامبر گفت حضرت همین زنا میفورم زنا کنم، چی میگوی در این مسئله؟ باز اما اصحاب پیغمبر ناراحت میشتن، بگذار اونو ناراحت شوند. یکی پیغمبر از زمره آدمای ناراحت نمید. بعد گفت که بچه هم گفت همون زینایی که تو میکنی میدونی که همون زنی را که تو میرسی مادر یکی از همین برادرای؟ گفت بله. میدونی که خواهر یکی از همین برادرای؟ گفت بله. زن یکی از همین برادرای؟ گفت بله. تو گفت دوست میداری که همین برادرها خواهر ترا برسن؟ گفت نه. مادر تا برسن؟ گفت نه. خیلی بچه هم مادامی که همین باشد آخی تو آب روی یک برادر تا پایان میبری. میگه این مردم در حال وقتی که گوش کرد و همین سخن اگر نیک برسان، نیک دعوت کن، ایتالی دیوانگی نکن، نیک دعوتش کن، ملایم دعوتش کن، مردک میفهم همین سخنها برای چی هست؟ برای همین که در دعوت دیوانگی در کار نیست، در دعوت نرمی در کاره. وقتی که این گپ گفتش گفت حضرت دعا کن، گفت دعا کن که همین شوری و همین شرری همین زینای قلبی من دور شود. میگه دستش بالای سینه هم در گذاشت، گفت که الله مهربان گفت و همین جوان گفت توفیق ده که از همین راهی بعدش بگرده، از همین راهی زیشتش بگرده. میگه بعد همین دعا کردن دیگه آبی چشم این بچه من نمیشید. در هر یک سخن میگه آبی چشمش میره. چقدر مقصد در قلب یا مردک توفیق و محبت پیدا شد. ما این خیل پیغمبر داشتیم برادر عزیز که همیشه نرم بود، همیشه اخلاق زیبا داشت، همیشه بسیار کردارهای نیکو داشت. برای همین امروز ما وقتی دعوای امتی میکنیم، وقتی دعوای دینداری میکنیم، از همین راه باید که ما و شما مقصد چیکار کنیم؟ آموزیم برادر عزیز، با همین راه خودمان را مطابق کنیم. نباشیم ای نفرهایی که ای دهنمان گفتی تاجیکای خودمان بادی دوزخ ببراید، که نه همسایه ای دستی ما روز داره، نه زنامان روز داره، نه کلانترامان روز داره. مقصد با خصلت‌های رذیله و زیشمان باور که چقدر نفرت پیدا شدگیه. که مثال آدم هایی که در بدنشان زخمی آزخ دارند و دیگر زخم ها دارند می روند و او یک جاروبی دارد و او جاروب در بالای می کشد، او شفا می شود. البته از زبان ما این سخن برآمدگی است. رسول اکرم میگد الا انبئکم باکبر الکبائر. همنشین ها را گفت آیا با کلانترین شرک با شما صحبت کنم؟ از همه ده کلانترین شرک، کلانترین گناه کدام گناه است؟
میگد این لفظ پیغمبر 3 بار گفتن. 3 بار گفتن آیا با کلانترین گناه با شما صحبت کنم؟ میگه صحابه گفتن بله. ابوبکر صدیق بود میگه گفت بله رسول اکرم چی هست؟ کلانترین گناه چی است؟ رسول الله گفتن الشرک بالله، شرک به خدا آوردن. این عملی که ما و شما در اطراف مزار میکنیم باور کنین این شرک است. خداوند در قرآن میگوید که من مغفرت میکنم همه گناه را مگر شرک نمیبخشم. شرک بخشیده نمیشود، لیکن دیگر تمام گناه را بعد آنی که جزاش میگیرد میبخشمش، لیکن شرک ابدی میسوزد. این شرک چی هست؟ شرک همین است که ما و شما وقتی که من ضد زیارت قبرستان نیستم، زیرا من هم پیرو حدیث پیغمبر خدا هستم که رسول الله میگه شما گورستان را زیارت کنید، گورستان ها را زیارت کنید تا که از اونجا شما عبرت بگیرید. به نیت عبرت ما و شما را پیغمبر خدا تعلیم دادن که به گورستان ها بریم. امروز ما و شما زیارت حضرت امیر جان به چنان سطح رسانیدیم که حتی به نام حضرت امیر جان قسم میخوریم که حضرت امیر جان بزنم. به خدا قسم این شرک تیار است. حضرت امیر جان هیچ کدام ما و شما را زده نمیتواند. ما دوستدار حضرت امیر جان هستیم، زیرا او عالم بود، اون داملا بود، او کس انسان ها را به سوی اسلام دعوت میکرد. او حضرت این چیزا نمیخواست از ما و شما. این عمل ما و شما میکنیم، این را حضرت راضی نیست. خود حضرت امیر جان بزنم، حالان که قسم در قرآن چی است؟ والله بالله تالله، حتی محمد زده نمیتونه شما را، حتی هیچ پیغمبری زده نمیتواند شما را. فقط قسم به خدا خوردن در کار. خدا انسان زده میتواند، نه پیغمبر، نه مزار، نه اولیا، نه داملا، هیچ کس زده نمیتواند. شما به نام اینا قسم نخورین، این گناه است. اثر اینا به ما و شما تاثیر کرد. امروز به شیر، آب، مزار حضرت امام اسکر جان، مزار حضرت سلطان، اینا ما و شما قادر نیستن زدنده. بین تا چی اندازه ما و شما آمده رسیدیم که حتی که به نام اونها قسم میخوریم. از این خاطر در زیارت این مزارها علل خصوص من جوانها را مراجعت میکنم بسیار احتیاط باشین. از زیارت یک مزار ده زیارت عالی مکنین 10 برابر برای شما نیک است. اون مزار است، او خواب است حضرت، او روحی او در جنت است. آدمی زنده را پیشش برین که از اون منفعت بگیرین. شما مرده را وقت دیدین، رسول اکرم چی گفت؟ کفا بالموت واعظا. شما همین مرده را که دیدین به خود بیاین که من هم مرنده هستم، نه اینکه رفته غشتای او را شما غشتی که در امان اطراف حضرت امیر جان چیندن، او را همین اداره صبح 15 چیندگی است. مردم رفته میلیسه همورا. یک سنگ دیگر در اونجا ماندگی و گهواره حضرت امیر جان است. از کجا گهواره دارد؟ کی گهواره برای ما و شما میتراشد؟ این خرافات را ما و شما زمانی آمده است که ترکشون کنیم. زیارت همچنان کنیم که یک زیارت حضرت ها محتاج دعای ما و شما هستند. میگذاریم خدا رحمت و مغفرت تان کرد، گفتم میگذاریم بریم. نه مثال جاروبی و چی شفا داره؟ شفا از جانب خداست. و ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن شفا است آقی، نخواد جاروب شفا باشد. یا خار دنای دروازاتان ده یک خار کلان ماندگی، یک نل اسب در دروازاتان چکاندگی، اینا چی معنا دارن آخه؟ اینا را ترک کنین. از دست اینا هیچ چیز نمی آید. اینا شرک به خدا آوردن است. شما سوره الحمد میخوانید، سوره فاتحه را چی میگین شما؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا یگانه من تو را عبادت میکنم و یگانه از تو مدد طلب میکنم. پس چرا تو به خار ایمان آورده؟ پس چرا تو به نل اسب ایمان آورده؟ تو چرا به حضرت امیر جان ایمان آورده؟ تو حضرت امیر جان همچی یک آدمی عادیه که گورستان از زیارت میکنی، مثل همون زیارتش کن. از او تو شفا طلب نکن، از او تو فرزند طلب نکن. اونا قادر این کار نیستن. اونا حضرت ها خود از این راضی نیستن. سلام علیکم دوستان عزیز.
آیا سلام کردن با دختر عمکی جایز است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که آن زنهایی که نکاح آنها به شما درست است، یعنی آنها نکارس هستند، با آنها سلام کردن رسول اکرم به چی تشبیه دادن؟ به این تشبیه دادن که اگر در سر یکی از شما ای برادرها یک میخ آهنین بگیرن و میخ آهنین در سر شما فرو برن، این برای شما بهتر است از آنی که دست یک نامحرم گرفته سلام میکنید. دختر عمکی هست، همسینفت است، همسایت است، تو حق نداری که دست به سوی دراز کنی سلام کنی با او. اگرچه امروز دخترای ما و شما بی حیا شدن، ما باید احتیاط کنیم. اونا احتیاط نمیکنن، اونا از خدا نمیترسن، ما و شما خود احتیاط کنیم. دستش دراز کرد، دست ما دراز نمیکنم، دست ما دراز نمیکنم، سلام علیک، سلام علیک بس. این رسول اکرم توصیهش است. وقتی ما و شما سلام کی کردیم، انسان زنده است، دستی تو به دست یک دختر نامحرم وقتی که میرسد، بخواهی نخواهی این فرزندهای زنا هستند در دل تو. البته اون شهوتی و ذوقی و دست ملایمی او در دل تو پیدا می شود. از این خاطر هیچگاه برای شما رخصت نیست که سلام کنید. انشاءالله یک برادر بسیار سوال طولانی کرده است در باب همین دخترایی که امروز بی حیا هستند، بی سطر هستند، مردم تاجیک هستند که اینها را میگد لباس تاجیکی خودشان میزیبد، امروز به لباسهای اروپایی عوض کردن. درباره اینها صحبت میکردی. انشاءالله ما یک صحبت مفصل داریم. خدا خواسته باشد، تن من صحت باشد، شرایط آماده باشد، هیچ یک اغوا و یگان فتنه دیگر نخیزد، انشاءالله اینا را به سمع شما میرسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنازه چند فرض است؟ در جنازه 2 فرض است. شما همینه بدانین. یکی 4 تکبیر گفتن، دوم راست نماز جنازه را خواندن. اگر شخص معذور باشد جنازه را نشسته هم خواندن درست است. اگر حتی امام معذور باشد، پاهاش مثال خوب نیست لیکن عالم است، از او دیده دیگر آدم عالمتر نیست، اگر عالم هم که پیش بدراید نشسته، جنازه را جایز است نشسته نماز خواندن. خب این یک فرضش. دویم فرضش 4 تکبیر گفتن. اون نیتایی که شما میکنید، نیت کردم 4 تکبیر صلات جنازه، یا اینکه در بینش دعاهایی که دارین، مثال اللهم صل علی محمد داریم، باز اللهم اغفر لحینا و میتینا داریم، ایناش امر مستحب هستند. اگر بخوانیمشان ثواب میگیریم، اگر نخوانیمشان در نزد خدا گناهگار نمیشیم. همون 4 تکبیر بگیم، نماز از گردن ما و شما ساقط میشود. خب لیکن در وقت نماز جنازه را خواندن شما به جانب آسمان نگاه نکنید. این کدام شخص این یک بدعت در بین ما و شما زنده کرده است. وقتی الله اکبر میگیم با آسمان نگاه میکنیم، این چی معنا دارد؟ خود نگاه کردن به سوی آسمان حرام است. به سوی آسمان نگاه کردن ما و شما هیچ معنی ندارد. چی است در آسمان؟ در قیامت هر کس را با کسی که همراه میکنند که او را در دنیا دوست می‌دارد. آیا این درست است؟ البته کسی که در دنیا کسی را دوست می‌دارد، در قیامت در پهلوی همون کس ایستادگی هست. شما در دنیا اگر عالم دوست بدارین، رسول اکرم دوست بدارین، قرآن دوست بدارین، شما فردا در پهلوی همونها هستین. اگر شما در دنیا آدمی که دین ندارد، ایمان ندارد، شما اونها را دوست بدارین، فردا همراه اونها هستید. از این خاطر انسانی را دوست بدارین که این دنیا موقت است میگذرد، او فردا ابدی هست. در پهلوی شخصی بیستین که یک کمی شفاعتی هم و منفعتی هم بر تو برسد. این البته حقیقت دارد. سیم سوال کردن با پاپوشی نماز جنازه خواندن جایز است؟ ما و شما امروز
با پاپوشیایی که در پا داریم نماز جنازه میخونیم. صاحب فتوای شامی میگوید که برای با پاپوشی نماز خواندن دو شرط ضرور است. یکی زمین پاک باشد، دوم پاپوشی پاک باشد. در این صورت میتونیم پاپوشی را از پا بیرون نکنیم با پاپوشی نماز بخونیم. در صورتی که تای پامون تازه است، پاپوشیمون هم تازه است، اینجا ما میتونیم با پاپوشی نماز بخونیم. خب صاحب درالمختار چی میگه؟ میگه برای که در بالای پاپوشی ساده و نماز جنازه خواندن، اینجا در صورتش این است که اگر پاپوشی آدم بی نماز باشد، در این صورت ما پاپوشی را بدر میکنیم، در بالای پاپوشی میسیم. اگر پاپوشی ما و شما یا زمین بی نماز باشد، در این صورت ما بالای چی ده؟ بالای همون پاپوشی ده میسیم و نماز جنازه را میخونیم. و الا زمین تازه باشد، پاپوشی تازه باشد، دیگر حاجت به بدر کردن نیست. جابر السلام علیکم دوستان عزیز. اگر یک شخص بی نماز است، اگر حیوان را ذبح کند جایز است؟ زیرا که در محله ما یعنی در میکرورایون یک آدم داریم نماز نمیخواند لیکن حیوان ذبح کرده میتواند. اگر ما و شما وقتی که یگان حیوانی که در خانه میکشیم ذبح میکنیم به نیت خیر احسان، کوشش کنیم که آدمی بی نماز نباشد. اگر آدمی بی نماز باشد، اون مال کشتر حلال نیست برای ما و شما خوردن. زیرا پیغمبر خدا را من از نام جابر به شما روایت میکنم که حضرت جابر گفتند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لیس الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاة. پیغمبر خدا گفته است که بین مرد و بین شرک، بین مشرک و بین کافر فقط فرق در نماز است. اگر او انسانی که نماز نمیخواند میگه ما الحمدلله مسلمانم، ما او باور نداریم. زیرا رسول اکرم چی میگه؟ العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. عهدی که ما بین شما ای امت اسلام و بین مشرکا کردگیم، عهدی که ما بستگی هستم این در نماز است. اگر نماز بخوانند از امت من هستند، اگر نماز نخوانند اونا در عهد من چی کردن؟ وفا نکردن. از این خاطر آدمی بی نماز از ذبحش جایز نیست. شما کاری کنین در محلت نیست، کاری مشکل نیست. یک حیوان تو تا 500-600 سامانی را میخری، 2 سامانی دیگر یک محله دیگر بره، یک آدمی مسلمان بگی ببر در همونجا مالی تر ذبح کنه، هیچی مشکلاتی نداره. دوره حضرت موسی بود میگد بین آدم بی نماز تماشا کنیم. دوره حضرت موسی بود، یک زنی میگه پیش موسی آمد گفت موسی اینی اذنبت ذنبا، موسی تو پیغمبر خدا هستی، من یک گناه بی نهایت وزنی کردم. گفت چی گناه کردی؟ ایرا شمس الدین ذهبی در کتاب کبایرش این قصه را در باب بی نمازا میارد. میگه چی گناه کردی؟ این زن چی میگه؟ اینی زنیت و ولدت من الزنا ثم قتلته. میگه موسی من زنا کردم، بعد زنا یک فرزند از من تولد شد و از مردم که ترسیدم و شرم کردم، این فرزند تولد کردم قتل کردم، برده دفن کردم و امروز پشیمان شدم، توبه به سوی خدا کردم. حضرت موسی دعای تر خدا میشنود، دعا کن که خدا مغفرت گناه مرا کند. حضرت موسی با شنیدن این گناه چی گفت؟ اخرجی یا ایتها الفاجره، ای زنی زناکار، ای زنی بدبخت، از پیش من دور شو. حتی لا تنزل من السماء نارا فتحرقنا بشومک، تا که از کثافتی تو، از بدبختی تو بالای سر ما آتش از آسمان نریزد و ما هم در عذاب تو گرفتار شیم. میگه این زن بیرون شد، در حال جبرائیل پایان شد و میگه سلام بر موسی کرد، گفت لما رددت التائبه، ای موسی
این زن توبه کرده بود، این زن از صدق توبه کرده بود، پیش تو آمد، چرا تیرت از درگاه خود راندی؟ چرا که از خدای خود طلب نکردی که این زن خدا مغفرت کند؟ این در اصل توبه صدق کرده بود. اما وجدت شر منها، موسی گفت تو بر یک زینای همی زن و بر این عملی که این زن دست زد تو غضبناک شدی. آیا تو میدانی که از این زنی که زنا کرد و از زنا تولد کرد و فرزند خود به دست خود کشت، میدانی از این دبا بدتر مخلوق است؟ حضرت موسی گفت من هو شر منها. موسی گفت او کی هست از این بدبخت با بدبختتر؟ حضرت جبرائیل میگه گفت تارک الصلات، آدمی بینماز. آدمی بینماز گفت از این زن بدتر است، از این زنی که زنا کرد تولد کرد به دست خود کشت، از این دیده این بینماز بدتر است. مادام این قدر خاصیت ها داشته باشد، پس مالی خودمان چرا حرام کنیم؟ السلام علیکم داملای محترم. بعد از سلام چنین سوال در تاریخ طبری نوشته شده است که حضرت ابوبکر را زنش غسل داده است. آیا صحیح است یا نه؟ شستن زن مرد را درست است؟ غسل بعد موت جایز است؟ البته حضرت ابوبکر زنشان غسل دادن. وقتی که زنشان غسل دادن، حضرت عایشه صدیقه زنده بود، زن پیغمبر خدا، دختر ابوبکر. گفت اگر من میدانستم که زن مرد شستنش جایز است، هر آینه نمیگذاشتم که رسول اکرم کسی دیگر بشود، خود میشستم. از این خاطر زن جایز است که مرد بشود. السلام علیکم داملای عزیز. خوب میشد که امین سوال بفهمیم. بعضی آدمان پنجهشون رو قطع میکنن، چرق میکنن. بعضی آدم میگوید که اگر هر دو پنجه رو کنی یک گوسفند خیر میکنی. بعضیش میگویند که عمرت کم میشود. خوب میشون میفهموندی. عمر کم به هیچی وابسته نیست. عمر زیاد کم میکردگی این در نزد خداست. ما 2 جمعه پیوسته درباره همین گپ زدیم. اگر از همین دم که شما عمر که باز وابسته به همین باز همین دست به همین اعضا و به همون همسایه و به دیگرها که حواله کنین، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خدا میگه که وقتی اجل شما آمد، هیچ کس دیگر اجل شما را 1 ساعت پیش و 1 ساعت قفا کرده نمیتواند. هیچ چیز. و این دستی که ما و شما مثال آوازی او را صدای را میبراریم، ایرا صاحب فقه کیدانی میگه اگر در نماز کسی کند در نماز کراهیت دارد، یعنی بازی کردن بر دست میشود. لیکن از زبان طبیبا هم شنیدیم که همین آوازش صداش برآوردن هم این هم در همین پنجه خلل دارد، زلال دارد. لیکن یک گوسفند در گردنت واجب شود یا عمرت را کم کند، اینا هیچ اصل ندارد. یک سوالی درازی بعد به دست انشاءالله همون سوالی هست که درباره زنها طلب کرده است. انشاءالله یک موضوع کلان است. این دردی که در دل شماست در دل ما هم هست. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش دارم که سوال ما رو با پررگی جواب دهید. همین گناهی که از ما سر زده بود، با اون گناه ها توبه کرده و امروز به نمازخوانی مشغول شدم و اون گناهی که در پیش کرده بودیم، آیا خداوند اون گناه ها را میبخشد یا اینکه جزاش را در قبر میبینی؟ اصلا ما و شما از گناه پرهیز کنیم. میلش ما امید داریم از رحمت الهی، از مغفرت الهی امید داریم، لیکن معنای این را ندارد که به همین گناه کردن بگیریم و خدا را میبخشد. خدا میگه، پیغمبر خدا چی میگه؟ فعمل المعصیت بقدر طاقت علی النار. شما هم گناه بکنین که طاقت سوختن امر داشته باشید. شما هم قدر گناه بکنین که طاقت سوختن و طاقت عذاب شد داشته باشید. معنای را ندارد که خدا که غفور است میبخشد دیگر ما بی پروا گناه کنیم.
لیکن گناهایی که از ما و شما تا روز نمازخوانیمان سر زده بود، اینا ما بر شما باز میگم. التائب من الذنب کما ذنب له. پیغمبر خدا میگه توبه کننده از گناه مثل شخصی است که گناه نکرده باشد. اون توبه تو کردی، خداوند بخشیدگی هست. دیگر جای سوال دوم، در مسجد محراب می باشد لیکن در خانه می نشستگی نماز میگذارند، آیا درست می باشد؟ حکم محراب درست است. در جایی که محراب هم که نباشد، نمازی با جماعت خوانده شود، نماز جایز می شود. یعنی محراب شرط نماز نیست. السلام علیکم بابای حاجی، من یک دردی دارم که 6 ماه باز مرا عذاب می دهد. من هر سحر از خواب می خیزم و در وجودم یک آبی را خارج می شود. اینجا دیگر طریق نویسنده است، من به شما روشن‌تر میگم. در این حالت من آبازی کنم یا طهارت؟ این را بر من فهمانید، چون که از آبازی بسیار مرا خنکی سخت زد. باز از یک دانشمند فهمیدم که آبازی شرط نیست، این وسوسه شیطان است. آبازی کرده و دیگر کسل‌ها دچار شدم، ذکر خدا کم می شود. یعنی برادر هر سحر که میخیست است مثل که انسان شیطان یعنی وسواس میکند، مثل همون حس میکرده است، لیکن به اون منزله نه، کم بده است. از این خاطر آن چیزی که به شهوت از وجود شما نمیبراید، اون یعنی واجب الغسل نمی شود. یعنی وقتی که اگر شما بیدار شدین که یعنی این علاقه در شما که 6 ماه هست، این بیماری هست، این یا شما خنکی زدگی هستین یا یگان درد دیگر در وجود شما هست. این به غسل جناب